الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده. بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده. شهادت لا اله الا الله، شهادت دادن این که هیچ معبود نیست بجز الله. شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، و دیگه شهادت دادن این که محمد صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده الله است. و اقام الصلاه، برپا داشتن نماز. و ایتاء الزکات، دادن زکات. و حج البیت، و حج خانه کعبه. و صوم رمضان و روزه رمضان. این حدیث بخاری و مسلم روایت کرده. باز در روایت بخاری و مسلم الفاظش فرق میکنه. در روایت دیگه باز میگه که و صوم رمضان و حج البیت لمن استطاع الیه سبیلا. یعنی مشکل نیست. در حدیث اول کلمه آمده، دوم نماز، بعد از او زکات، باز حج و بعد از او باز روزه. اینال اگر این حدیث به کسی بگی باز شاید فکر کنه که ارکان اسلام این تقدیم و تأخیر کرد. مشکل نیست، در روایت مختلف آمده، ولی مشهور همیست که ما میگیم ارکان اسلام 5 است: کلمه، نماز، روزه، زکات و حج. ولی در این حدیث ببینین که اول کلمه آمده، می شهادت دادن از این که شخص شهادت میده که لا اله الا الله محمد رسول الله، این را کلمه میگن، کلمه شد. بعد از او در این حدیث اقامه نماز آمده، باز زکات آمده، باز حج، باز روزه. اما در روایت دیگه اول روزه آمده. حدیث چون متفق علیه از بخاری و مسلم روایت کرده. باز رمضان، روزه رمضان مقدم شده به حج. این کدام مشکلی نیست، ولی معروف هموست که ما شما میگیم کلمه ارکان اسلام یا بنای اسلام چند است؟ 5: کلمه، نماز، روزه، زکات و حج. این حدیث همی ارکان اسلام رو بیان میکنه که بنی الاسلام علی خمس، اسلام به 5 چیز بنا شده. شهادت لا اله الا الله، شهادت دادن از این که هیچ معبود نیست بجز الله کسی دیگه. و ان محمد رسول الله، و دیگه شهادت دادن از این که بدون شک محمد فرستاده الله است. و اقام الصلاه، برپا داشتن نماز. و ایتاء الزکات، دادن زکات. و حج البیت، حج خانه کعبه. و صوم رمضان، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. اینا میگن 5 رکن اسلام یا ارکان اسلام. خب اول در ارکان اسلام اول بحث عقیده است. همین خود کلمه وقتی ما شهادت میتیم میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این شهادت میگن، کلمه شهادت و کلمه توحید است. با گفتن از این شخص مسلمان میشه. اما این تنها زبانی نباشه، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب باشه. زبان اقرار میکنه و قلب رو تصدیق میکنه. در غیر از او منافقین هم میگفتن که در قرآن کریم، در سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. بعضی از مردم از که میگن ما ایمان آوردیم به الله به روز آخرت، لیکن اونها مؤمن نیستن. اونا یعنی قلبا نمیگن. چرا؟ یخادعون الله والذین آمنوا، اینا فریبکاری میکنن با الله و کسانی که ایمان آوردن. اینا تظاهر میکردن، اصلا قلبا ایمان نداشتن. اینجا بحثی است که وقتی ما کلمه را میخوانیم در این 5 بنای اسلام، کلمه اول است، رکن اساسی و اول است شهادت دادن. چرا؟ اگر این رکن وجود نداشته باشه، باز نماز، روزه و زکات و حج این به درد نمیخوره. یک نفر شب تا به صبح این نماز بخونه، لیکن عقیدهش فاسد باشه، این نماز خواندن فایده نداره. به می خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه 13 سال مردم به توحید دعوت میکنه. ضمنی بعضی احکام بود، اما تمرکز دعوتشان به عقیده بود. خطابشان به مردم این بود که شما لا اله الا الله بگین تا کامیاب شوین. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و به می خاطر هم از وقتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها آماده شدن فکری، بعد از او باز اعلان هجرت شد، امر به هجرت شد، شما هجرت کنین. 13 سال دعوت در توحید بود. حالا ما یک تعداد میبینیم نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میته، قسم عادت شده، رسم رواج شده، ولی عقیدهش هم مطالعه کنی ببینی که بسیار مشکلات عقیدتی داره. بسیاری هستن نماز براشان مثل یک عادت شده، یک رسم و رواج است. یک کسی میگن حج رفت آمد، او را پرسان کردن خودت خود به حج عقیده هم نداری، چطور رفتی؟ گفتی رسم ما افغان هاست. این از خود افغانای ما با تأسف یک کسی را حکایت کردن، کسی بود که فاسد العقیده شده بود، قرآن هم قبول نداشت، احادیث هم مطلق قبول نداشت و حج هم میرفت. اینا حج، نماز، روزه، زکات، وقتی عقیده فاسد باشه، عقیده صحیح نباشه، این فروع است. اصل که وجود نداشته باشه، فرع باز اهمیت نداره. باید فکری مسلمان ها آماده شدن. به می خاطر علما میگن که تقلید در عقاید درست نیست، در مسائل فروعی صحیح است، ولی اگر ما بگیم ما به خاطر مسلمان هستیم که در خانواده مسلمان تولد شدیم، این باز ایمان تقلیدی و میراثی شد، ارث گرفتیم، این صحیح نیست. وقتی شخص در سن تکلیف میرسه، مسلمان علمی باید باشه، مسلمان که اسلام حقانیتش درک کنه، تحقیقی باشه، نه میراثی. و می خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه تمرکز دعوتشون به عقیده بود. وقتی اصحاب آماده شدن، فکری آماده شدن، باز آماده بودن هر چی که دارن ندارن او را فدای دین کنن برن. و نمونه از اونها رو میتونیم از صهیب رضی الله عنه یاد کنیم. خب بینندگان عزیز، در مورد صهیب رضی الله عنه بعد از وقفه معلومات میتیم. خوش آمدین به ادامه برنامه. دوستان عزیز، مثال از صحابه را ارائه کردیم که اونها وقتی در عقیده، در فکر آماده شدن، باز آماده بودن که همه چیز خود را فدای اسلام کنن. روایت مشهور است، میگن زمانی که صهیب رضی الله عنه محاصره میشه از طرف مشرکین، ای آماده میشه که هر چی که داره و نداره او را بر مشرکین تسلیم کنه و خودش به تک و تنها بدون هیچ چیز به مدینه به هجرت.
به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم. قصه معروف است، زمانی که مشرکین اونا را محاصره میکنن، مشرکین به صهیب رضی الله عنه میگن که اول صهیب رضی الله عنه از اونا میپرسه که چرا مانع میشین؟ شما میفهمین که من تیرزن ماهر هستم، تا که تیر در کمان است امروز شما میجنگم، تیر که خلاص شد امروز شمشیر میجنگم، لیکن بگذارین من با رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کنم. اونا میگن که تو در مکه آمدی فقیر بودی و در ابتدا که آمده بودی فقیر، حالا مالدار شدی، مال میخواین؟ میگه بله. مال خود را آدرس شمیته میره به طرف مدینه. زمانی که به مدینه میرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ربح البیع صهیب. وقتی که صهیب میبینه میگن که در تجارت صهیب فایده کرد، ظاهرا چیزی که داشت و نداشت ایره برای مشرکین داد، ولیکن این تجارت مع الله، تجارت اخرویش. به این خاطر است که آیت نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم از گناه نفس خود را میفروشن خاص به خاطر رضای الله، خواهشات نفسانی خود زیر پا کرد. این نمونه و مثال عقیده است. بنان بحث ما سر ارکان اسلام بود، گفتیم اسلام به 5 چیز بنا شده. اولش چی است؟ شهادت دادن همی که لا اله الا الله محمد رسول الله. اما این تنها به زبان کافی نیست. مثل که در قرآن می احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن همی که تنها بگن ما ایمان آوردیم و اونا دیگه آزمایش نمیشن؟ این خودش آزمایش است. در برابر عقیده و فکر و باوری که داری آزمایش میشی، پس باید در عمل هم نشان بدی. و می خاطر میگن که ایمان تنها زبانی نباشه، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب باشه. با زبان که اقرار میکنیم به قلب رو تصدیق کنیم و در عمل هم میره باید نشان بدیم. خب این بحث اول است در ارکان اسلام که هر رکن ما جدا شرح میکنیم. این کلمه شهادت 2 جز داره. اشهد ان لا اله الا الله این جز اول و اشهد ان محمد رسول الله. اما هر دو یک رکن است، رکن اساسی اسلام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث که 5 بنای اسلام تشریح کرده، اسلام تشبیه کرده به یک ساختمانی که این 5 رکن داره، لیکن رکن اساسی از این همین شهادت است. اگه این رکن نباشه باز ارکان دیگهش مؤثر نیست که پیشتری را تبصرم کردیم. حال معنای حقیقی امیر ما باید بفهمیم که وقتی ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله چی معنا؟ به خاطر در کتاب‌های عقاید یک بحث جداست به ایمان به الله. وقتی در ارکان ایمان هم شما که میخوانین آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر والقدر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت، شما اول این معنای ایمان به الله را باید بفهمین که ایمان اولین رکن اسلام که ما میگیم یا بنای اسلام میگیم شهادت است. ایمان به الله و ایمان به رسالت رسول الله چی است؟ خب علما میگن وقتی ما شهادت میتیم که لا اله نیست هیچ معبود الا الله بجز الله کسی دیگه، این معنای اصلی لا اله الا الله است که ما الله را به یگانگی باید بشناسیم. اما این 3 قسم است. همین توحید یا یگانگی به 3 قسم تقسیم میشه: توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات. فرض از بالای هر مسلمانی را بفهمه معنای لا اله الا الله چیست. معنای کلمه اولین چیزی که ما به طفلم یاد میتیم غالبا میگیم بخوان 5 بنای اسلامه.
بعضی 5 بنای مسلمانی میگن، 5 بنای اسلام: اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم حج خانه کعبه. خب این معنای کلمه چیست؟ قبلا گفتیم 2 جز داره. جز اولش توحید، جز دومش هم ایمان به رسالت. یگانگی الله با 3 قسم تقسیم میشه: توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات. ما وقتی میگیم که الله را به یگانگی میشناسیم، در عبادت با او کسی را شریک نسازیم. این بحث الوهیت است، یعنی اله و معبود ما الله است، بغیر از الله به کسی دیگه ما عبادت نمی کنیم. به همین خاطر در حدیث می اگر کسی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند اگر من کسی را امر میکردم که به کسی دیگه سجده کنه، یقینا امر میکردم که زن و شوهرش سجده کنه. در حدیث می لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد، اگر من امر کننده می بودم کسی را که به کسی دیگه سجده کنه، لامرت المرأة، من یقینا امر میکردم زن ان تسجد لزوجها، که به شوهر خود سجده میکرد. ولیکن سجده چون عبادت است و عبادت به غیر از الله به کسی دیگه درست نیست، به این خاطر امر نکرده. عبادت ما خاص برای کی باشه؟ به الله. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این بخش اول توحید است، همین کلمه که ما میخوانیم در ارکان اسلام. دوم بخش توحید یا قسم توحید، توحید ربوبیت است که این به افعال و اعمال ارتباط داره. یعنی ما الله را در افعالش و اعمالش واحد و لا شریک میدانیم. الله روزی میته، الله روزی را میگیره. الله عزت میته، الله ذلیل میسازه. الله به کسی اولاد میته، به کسی اولاد نمیته. یحیی و یمیت، یعنی چیزی که به افعال ارتباط داره. الله و تعز من تشاء و تذل من تشاء. در قرآن هم دعای قرآنی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم الله خطاب میکنه: بگو قل، ای پیامبر بگو، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. بگو ای پیامبری دعا را بخوان که اللهم مالک الملک، الهی ای پادشاه، صاحب پادشاهی، مالک الملک، صاحب ملک، پادشاهی، یعنی پادشاه حقیقی. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، پادشاهی را به هر کی بخوای میتی و هر کی را بخوای از او پادشاهی را میگیری. و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت میتی هر کی را بخوای و ذلیل میکنی هر کی را بخوای. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یعنی بیاد تو، بیاد بلا کیف تو خیر است، بدون شک که تو بر همه چیز قادر هستی. و توحید سیومم توحید اسما و صفات است که انشاءالله در درس بعدی، چون ارکان اسلام ما که گفتیم 5 رکن داره، هر رکن جدا جدا شرح میکنیم. انشاءالله در درس بعدی هم اسما و صفات و هم جز دوم کلمه را که ایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، این شرح میکنیم. تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. الله حافظ و ناصرتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.